زمانی که پله به ایران اومد چیزی به نام لیگ عربستان وجود نداشت. جالبه بدونید 5 سال قبل از اینکه در عربستان چیزی به نام لیگ فوتبال تشکیل بشه، پله که محبوب ترین ورزشکار جهان بود به ایران اومد و در اردیبهشت سال 51 به همراه تیم سانتوی برزیل با دریافت 240,000 تومان که معادل 35,000 دلار بود به دعوت سپهبد خسروانی رئیس باشگاه تاج تو ورزشگاه تازه تأسیس آریامهر با تیم منتخب تهران مسابقه دادن و با نتیجه 5-1 پیروز شدن. پله بعد از بازدید از امکانات فوتبال ایران سطح باشگاه‌های ایران رو هم ردیف باشگاه‌های خوب دنیا قرار داد. تبلیغات گسترده هم با این جملات در مطبوعات دیده میشد. پله جمعه شب پس از بازی تو کاباره شکوفه 9 میز رو رزرو بفرمایید. واقعا چی شد که از اون شکوه و بزرگی به این خاری و ذلیلی در سطح جهان رسیدید؟ دیدگاهتون رو برام بنویسید و حتما به اشتراک بذارید و برای دوستانتون بفرستید.